فعلا هم مهماندار هستیم. استاد عبدالحلیم کریمی را با خود داریم در رابطه با ایجاز کلمه طیبه صحبت‌های می داشته باشیم. جناب استاد سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای عباسی، همکاران تکنیک شما و یک سلام ویژه خدمت بیننده های عزیزی که الان ما را از عقب این میله شیشه بیننده هستند. بخیر باشید. امیدوار هستم در هر گوشه و از کنار این سرزمین زندگی میکند، صحت کامل و لباس عافیت بر تن داشته باشد ان شاء الله. جناب استاد بسیار من خوش میشم در رابطه با خودم، شخصا خود را میگم. بله. ان شاء الله که هموطنان ما همچنان خوش میشن در رابطه با ایجاز کلمه طیبه بیشتر بدانیم و تاثیراتش را بدانیم، معجزه هایی که در این هسته. بین از اینجا آغاز میکنیم که معلوماتتان را از ایجاز شروع میکنیم که ایجاز کلمه طیبه را به ما یک تشریح کنید، یک توضیح بدید. بسیار خوب. خب چه خوب است که قبل از تشریح و ترجمه ایجاز ما مقدمه کلام خود را با چند مصرع شعر از خواجه صاحب عبدالله انصاری رحمت الله علیه داشته باشیم. خیلی خوب. آنان که روز خانه ندارند بر زمین، شبها به نور عشق قدم بر سما زنند. مرحبا قومی که داد بندگی را داده اند، ترک دنیا کرده اند و از همه آزاده اند. روزها با روزه ها بنشسته اندر گوشه، شبها اندر مقام بندگی استاده اند. پیر انصاری تو میدانی که ایشان کیستند؟ فرقه بی کر و فر و زمره دل ساده اند. بسم الله الرحمن الرحیم. ایجاز در لغت به معنای ناتوانی یا کلمه خارق العاده یا فوق العاده را میگویند. دقیقاً. در اصطلاح میتونیم بگوییم عبارت از علمی هست که موضوعات مختلف، عناوین مختلف را به گونه شرحوار محتویاتش تفسیر میکند. میتونیم که چنین بحثی داشته باشیم از ایجاز کلمه طیبه. دقیق. کلمه طیبه را اگر ما دقیق یعنی عبارت کلمه طیبه را مشاهده بکنیم، ما شما دقیق میشیم که عبارت کلمه طیبه 24 حرف است. میتوند عزیزان بیننده اگر واقعا شما الان ما رو بیننده هستین یک بار بشمارین 24 حرف است خود کلمه طیبه. ما میتونیم که 24 یک بار نوشته کنیم 24. کلمه 2 و 4 در کنار هم قرار گرفته. بسیار جالب است عزیزان. دقیق. 2 از امرای 4 یک جا آمده. در الیدی هم بر شما اپلی کنیم. بله. اگر ما مشاهده کنیم از لا اله تا محمد رسول الله 24 حرف است. 2 بار لفظ الله ذکر شده، به این خاطر کلمه 2 آمده. خب دقیق باشین شما، از کلمه طیبه اگر ما مشاهده کنیم لفظ الله 2 بار آمده. پس عدد 4 آمده به خاطر که خود لفظ الله 4 حرف است. اگر ما را 2 را ضرب 4 کنیم مساوی میشه به 8. خیلی خوب. 2 ضرب 4 مساوی به 8. این 2 از کجا شد؟ قبلا گفتم که لفظ الله 2 بار آمده. پس هر 4 یک بار آمده. 2 ضرب 4 8. یک لفظ الله 4 حرف، باز لفظ الله 4 حرف 8. 8 را کنار میگذاریم. ما اگر 8 حروف الله را جمع با خود حرف کلمه طیبه بکنیم، بر ما 23 حرف دیگه، مثلا 24 حرف دیگه کلمه طیبه است. جمع 8 بکنیم 32 میبره. این 32 چیست؟ 32 رکعتای نماز است عزیزانم. اگر شما از صبح وقت تا خفتن را 5 وقت نمازی که ما داریم، اگر شما دقیق بشمارین 32 رکعت نماز از کلمه طیبه بیرون می شود. وقت بس جالب است. و می آییم سراغ نیت های نماز که ما از صبح وقت تا خفتن چند بار نیت می کنیم. اگر باز هم شما مشاهده کنید، بازم از کلمه طیبه ای را برای شما می گویم. عزیزان شما اگر مشاهده کنید، لا 1 کلمه، اله 2 کلمه، الا 3 کلمه، الله 4 کلمه. پس لفظ کلمه الله در اینجا در عدد 4 قرار گرفته. پس پیش می رویم. محمد 5 کلمه، رسول 6 کلمه، الله 7 کلمه. پس لفظ الله از طرف راست که شمار کنیم در عدد 4 آمد اولش و دومش در عدد 7. 7 و 4 که ما یک جا بکنیم 11 میشه. شما میتونید که یک بار ایره بشماریم. بازم تکرار میکنیم که از آن بنده درست بفهمه. اگر از طرف راست ما کلمه طیبه را بشماریم کلمه به کلمه، حرفش رو قبلا گفتم، لا 1 کلمه، اله 2 کلمه، الا 3 کلمه، الله 4 کلمه. پس اینجا الله در عدد 4 قرار گرفت. محمد 5 کلمه، رسول 6 کلمه، الله 7 کلمه. خیلی خوب. پس لفظ الله از طرف اول
لفظ اولش در عدد چهارم قرار گرفت، لفظ دومش در عدد هفتم. اگر ما 7 و 4 یک جا بکنیم 11 میشه. پس ما 11 بار در نماز نیت میکنیم. 2 بار در نماز صبح، 3 بار در نماز پیشین، 5 بار، 1 بار در نماز دیگر، 6 بار، 2 بار در نماز شام، این میشه 8 بار، 3 بار در نماز خفتن، 11 بار ما نیت کردیم. خیلی خوب. بله. حالا 11 بار که نیت میکنیم 32 رکعت نماز میخونیم، پس اجازه دیگه هم داره که تمام نمیشود. عزیزان بیننده، بسیار بحث جالب است. شما یک بار باز هم مشاهده کنید که چه قسم ما 5 وقت نماز را ما باید دریابیم. بازم از کلمه طیبه ما بر شما نشان میتونم. شما میتوانید که بسیار به گونه درست واضح و بسیار با پرنشاط و پرقدرت میتوانید که شما هم این کار در خانه کتابچه رو در دستتان گرفته این کار انجام بدهید. پس از طرف چپ اگر ما بشماریم لفظ الله در عدد اول آمده. به این شکل اگر ما بشماریم الله در عدد اول، رسول دوم، محمد سیوم، الله چهارم. از طرف راست لفظ الله در عدد اول آمد و دوم لفظش در عدد چهارم. 1 و 4 اگه جمع کنیم 5 میشه. ما 5 وقت نماز داریم عزیزانم. 5 وقت نماز هم دریا بدیم. 11 بار نیتی که به خاطر الله میکنیم ایران پیدا کردیم. 32 رکعت نمازی که به خاطر الله قیام اللیل میکنیم یا هم بگیم 5 وقت نماز میخونیم ایران پیدا کردیم. آل نمازی که میخونیم به خاطر که میخونیم باید وحدانیت پروردگارم ثابت شه. باز هم عزیزانم میخوایم که از کلمه طیبه ایره برای شما بگویم. خیلی خوب. باز هم شما مشاهده کنید که لفظ الله 2 بار آمده که کلمه 8 است. 4 و 4 8 میشود. 8 پیدا کردیم، اما خود لفظ کلمه طیبه 7 کلمه است. لا اله الا الله محمد رسول الله. 7 کلمه است و 2 بار لفظ الله آمده 8. اگر ما کلمه 7 را از 8 منف کنیم 1 برای ما باقی میمونه. پس اینجا مشخص میشه که الله ما واحد و لا شریک است. پس الله را 1000 بار شاکر و سپاسگزار هستیم که در چنین کلمه ای که بدون نقطه 24 حرف داره برای ما رکعات نماز، نیت نماز، 5 وقت نماز با همچون وحدانیت خود ثابت میکنه. پس ما واقعا جای افتخار است که بر چنین دینی هستیم. خیلی خوب، خیلی خوب. الحمدلله. الحمدلله. جناب استاد کسی آموختان برتان یا خودتان تحقیق کردید؟ بسیار خوب. در زندگی یگانه چیزی که مهم است، البته شخصا به خودم این نظرم است که میگم، تقلید نمیکنم. امیدوار هستم خداوند این نفس را که در قید حیات من داده است و این توان و انرژی و این جوانی را که نصیب من داده است من بتوانم که موفق در زندگی خود موفق باشم. هدف و آرزویی که دارم من به بیننده ها و همچنان به ملت خود بتوانم که خدمت کنم. نه خیر، این تقلید نگین از خودم است. حتی در این زمستان آنقدر من فوکس قوی در سر کلمات اجاز کلمه ها بود، در لفظ الله، لفظ محمد، کلمه قرآن، کلمه انسان، ترجمه و تفسیر سوره فاتحه، در ضمن ترجمه و تفسیرش اجاز سوره فاتحه، اجاز سوره اخلاص، اجاز آن کلمه الرحیم. آنقدر فوکس قوی کردیم که غیر از خودم به کتابچه اگر مشاهده کنم کسی دیگه نمیفهمه که چیکار کردیم. بلکه از خودم است، کارکردهای خودم است. بسیار خوب. استاد ببین در رابطه با تفسیر و ترجمهش هم بپردازیم. بسیار خوب، چرا نه؟ وقتی ما به طرف خود کلمه زیبا مشاهده میکنیم، یک از حکمتاش است عزیزانم، دائما در فکر انسان ها غرق می شود. لا اله. عزیزان اگر شما دقیق متوجه شوید، ما در لا اله الا الله اینجا نفی و اثبات داریم. این ارکان کلمه طیبه است. بعضی عزیزان ما کلمه طیبه را اول درست نمیخوانند. یک اصطلاح میگن که لا اله الا الله محمد رسول الله. از برین از حافظای قرآن، از عالمان دین بپرسین این عبارت کلمه طیبه که شما قرائتش میکنین اشتباه است. لا اله، لا نیست. اله هیچ معبود بر حق. لا اله نیست هیچ یاور مددگاری. لا اله نیست هیچ که اومد کننده. لا اله نیست هیچ خالق برتری. همه معبودهای باطله را از بین بردیم. وقتی که میگیم الا، مگر هست، الله را ثابت کردیم. پس اینجا وحدانیت پروردگار ثابت میشه که الله معبود برحق است که ما پرستشش میکنیم. فصل اول کلمه طیبه است. محمد بنده الله است، پیامبر آخرین زمان، رسول الله. این فرستاده به خاطر بشریت است. این رسول الله است. پیغام پروردگار را توسط جبرئیل امین به صحابه، از حضرت صحابه به تابعین به این شکل به همه ما رسیده. پس یک ترجمه تحت لفظی باز میکنیم. لا اله نیست هیچ معبودی بر حق. معبود چیزی که ما عبادتش میکنیم.
پس اینجا که اله آمد معبودهای باطله از لفظ الله جدا میشه. هیچ معبود بر حق نیست. پس میگیم الا مگر هست الله را ثابت میسازیم. محمد بنده رسول الله است. این فرستاده برای کی است؟ برای بشریت است. رحمت للعالمین است. امیدوارم که عزیزان درست فهمیده باشن. خیلی خوب، خیلی سپاسگزار هستم جناب استاد از حضورتان در برنامه. در اخیر پیام شما را همچنان داشته می باشیم. موضوع بسیار جالب را اشاره کردیم. عزیزان بنده ای که ما را مشاهده میکند متکی به خود باشید. فاذا عزمت فتوکل علی الله. عزم و ارادتان قوی بکنید، توکلتان بر پروردگار. ان الله یحب المتوکلین. الله دائم توکل کنندگان دوست دارد. عزیزان متکی به خود باشید، سر خود زحمت بکنید. 1 سال 2 سال سر خود زحمت کنید، نتیجه تا آخر عمره شما مثبت میبینید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس از حضورتان استاد عبدالحلیم کریمی، استاد پانتون که در رابطه با اجازه کلمه صحبت کردین. سپاسگزار هستم.